مهاجرین افغانستانی با شرکت در نماز عید سعید فطر در حرم مطهر رضوی اتحاد و همبستگی خود را در کنار ملت ایران به تصویر کشیدند. دید و بازدید اقوام و دوستان از رسومات افغانستانی ها در روز عید سعید فطر است. قدم هایی که در سحرگاه عید سعید فطر رهسپار قطعه‌ای از بهشت شدند. امروز عرشیان به حال فرشان قطعه می‌خورند، چرا که دلدادگان کوی دوست بعد از یک ماه عبادت و بندگی به نماز عید ایستادند. عید سعید فطر را به همه مسلمانان عالم خصوصا پیروان عصمت و طهارت تبریک عرض می‌کنم. خداوند شاکریم، بی‌نهایت سپاسگزاریم که چنین موقعیت‌های را برای ما قرار داده تا ما اون احساسات بندگیمون رو در مقابل خداوند ابراز بکنیم. نمازی که خبر از اتحاد و همبستگی مسلمانان را به جهانیان مخابره می‌کند. وقتی آدم میاد تو این جو و فضایی که حالا دوستان تشکیل دادن، حالا حس همدلی، حس همپارچگی و یه حس چجوری بگم، حس شکرگزاری بابت 30 روز توفیقی خدا به ما نصیب کرده برای حس بندگی، آدم میتونه حس بکنه تو این فضا. عید فطر بیشتر نماد همبستگی و اتحاد جوامع اسلامی. پس از اقامه نماز عید سعید فطر به همراه تعدادی از خیرین افغانستانی سر زدیم به خانه‌های تعدادی از مهاجرینی که دارای معلولیت و یا بیماری‌های خاص هستند. 32 سال پیش قطع نخاع شدم از گردن. 25 سال که قطع نخاع گردنی. 13 سال قطع نخاع شدم. شما خیلی ممنونم، خدا خیرتون بده. سال‌هاست در خلوت خود هستند به امید اینکه کسی احوالشان را جویا شود. همین کنج خانه آمدین دیدین مقام خاموش بود، تاریکی. در کنج خانه شیشتیم می‌بینیم، منتظریم کی به در آواز کنه، کی به یک سر از ما بزنه. شما چند وقت از خانه بیرون نشدی؟ 30 سال که از خانه بیرون. استاد شده نمیتونی؟ نه. 15 سال شده که من بیرون نرفته تا هرم کس نمی‌برم. عید و بازدیدهایی که دلهای شکسته بسیاری را خوشنود ساخت. رفت آمد، دیدن از عیادت از مریض برای همون توانیاب معلول یک شادی، یک تشویق خلق میشه. تقاضا داریم از همشهرهای عزیز خود، همینجور که میرم به خانواده خود به تفریح میرم، بیرون میرم، از این خانواده هم یک سری بزنم، اینا نیاز دارم. علیرضا شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.